با چشم پوشیدن نماز خواندن ممکن یا نه؟ یک کتاب داریم به نام بدایت الصنائع کاسانی حنفی، 6 جلد کتاب به زبان عربی است. در همونجا می‌گوید که و یکره ان یغمض عینیه فی الصلاه، گفتند که با چشم پوشیدن نماز خواندن این مکروه است. گفتند حضرت جان یگان حجت هم داری؟ که سخنی رسول الله دارم. گفتند که ابن عباس رضی الله تعالی عنه گفتند که اذا قام احدکم فی الصلاه، ابن عباس از پیغمبر روایت کردند که پیغمبر گفتند که اذا قام احدکم فی الصلاه فلا یغمض عینیه، رواه طبرانی. که جناب رسول الله دان کسی که نماز میخواند در وقت نماز خواندن چشمش را نپوشد. به همین خاطر چشم پوشیدن نماز خواندن کراهیت دارد. بعدا در کتابا میبرد که برای چی با چشم پوشیدن نماز خواندن کراهیت داشته است، برای چی رسول الله گفتن این گپ را؟ صاحبای کتاب گفتن که ولی ان السنه ان یرمی ببصره الی موضع سجوده و فی تغمیض ترک هذه السنه. گفتن که زیرا که در وقت نماز خواندن آدمی که در قیامت چشمش را در جای سجدگاهش کند، سجدگاه را نگاه کرده ایستادن این سنت است. گفتن کسی که چشمش را که پوشید سجدگاه نگاه کنه کرد ترک سنت میشد، به همین خاطر ثواب سنت از بین رفت، انا این کراهیت داره. گفتن پیغمبر در حدیث ها آوردن که یا انس، گفتن ای انس اجعل بصرک حیث تسجد، رواه البیهقی. انس گفت که رسول الله من گفتم که ای انس قیام ایستادن در وقت قیام سجدگاه تا نگاه کن، از همین خاطر کراهیت دارد. بعدا میگوید که در کتاب رد المحتار میبرد که و ظاهر، قول ظاهر همین است که ان کراهت تنزیهیتون، گفت مکروهی که صاحب کتاب گفت مکروه تحریمی نیست، مکروه تنزیهی هست. خلاص فهمیدن که با چشم پوشیدن نماز خواندن کراهیت دارد.